به یک باره یک صدای وحشتناک، یک انفجار نزدیک تریبون. آدمایی که قرار بود محافظ یک رهبر باشن تو اون لحظه با دستهای خالی باید کاری میکردن که جان علی خامنه‌ای رو نجات بدن. اون روز هوا گرم بود، منظورم ساعت 1 بعد از ظهر روز 6 تیر ماه سال 1360. ما بین نماز ظهر و عصر مسجد ابوذر پر از مردمی که برای شنیدن حرفها اومده بودن. علی خامنه‌ای که امام جمعه تهران بود پشت تریبون نشست تا به سوالات مردم جواب بده. فضای مسجد ساده و جمع جور بود. هیچ کس فکرش رو هم نمی‌کرد که چیزی روی میز سخنرانی کار گذاشته شده باشه که همه چیز رو به هم بزنه. در حین سخنرانی یک صدای مهیب مثل اینکه ضبط صوت یا دستگاهی ترکیده باشه به گوش رسید. دود و ترکش‌ها همه جا پخش شد. مردم جیغ کشیدن. گرد و خاک بلند شد و برای یک لحظه هر کسی توی مسجد فکر کرد همه چیز داره تموم میشه. خامنه‌ای روی زمین افتاد، زخمی از ناحیه کتف و ران راست. دستش هم آسیب دید، ولی چیزی که تو دل همه نشست صحنه واکنش محافظا بود. اولین محافظی که کنارش بود، همون که توی روایت‌ها اسمش نیومده، مثل رعد حمله کرد تا از به قتل رسیدن سید علی خامنه‌ای جلوگیری کنه. بعضی روایت‌ها میگن که این محافظ بلافاصله خودش رو روی رهبر انداخت تا جلوی ترکش‌های بعدی رو بگیره و بعد هم بقیه محافظها دور علی خامنه‌ای رو گرفتن و با هیجان و عجله اما حساب شده این شخص رو حمل کردن و از مسجد خارجش کردن. توی راه بیمارستان اوضاع بغرنج بود، خون، شوک و هزار فکر توی سر آدم‌هایی که همراه بودن. یکی از شاهدان اون روز یعنی حاج عباس بابایی، خلبان شیعی که اون روز همراه خامنه‌ای بعدها نقل کرده که فضا چطور بود و چطور همه با هم دیگه برای نجات تلاش کردن. بعد از 4 روز که از این حادثه بر من میگذره خودم رو در وضع بسیار مناسب و خوبی میبینم. در اطراف دفتر رهبری چند تا در هست و افرادی که میخوان باهاش دیدار داشته باشن چند مرحله بازرسی رو رد میکنن. تو حسینیه‌ای که دیدارهای عمومی اونجا برگزار میشه، تجهیزات مختلفی مثل دوربین‌های حرارتی هم وجود داره. محافظها توی همه دیدارها حضور دارن، حتی دیدارهای خصوصی و نمازهایی که با مقامات برگزار میشه. دلیلش هم فقط بحث امنیت نیست، اونها مراقب سلامت و امنیت علی خامنه‌ای در حین نماز هم هستن تا هیچ اتفاقی نیفته و همیشه توی صف اول نماز پشت این شخص میایستن. دیدارهای عمومی رهبرم کاملا برنامه ریزی شده است و افراد خاصی توی ردیفهای اول میشینن. بین این افراد هم همیشه محافظا حضور دارن. بازدیدهای اون در تهران، نماز جمعه، نماز عید فطر و سفرهای استانی هم قوانین خاص خودشو داره. تیم حفاظت قبل از رسیدن رهبر مدتی تو محل حاضر میشه، همه چیز رو چک میکنه و بعضی اماکن رو میبندن تا رفت آمد کنترل شده باشه. سیستم امنیتی رهبر ایران چندین لایه داره. لایه اول شامل محافظان نزدیکه که همیشه کنار رهبر هستن. این تیم مسلح و مجهز به وسایل پیشرفته ارتباطی و دفاعی. لایه دوم نیروهای بیشتری هن که اطراف محل حضور رهبر مستقرن. کارشون کنترل ورودی و خروجی ها، شناسایی تهدیدها و مدیریت جمعیته. وقتی رهبر سفر داخلی یا خارجی داره، همه چیز از قبل برنامه ریزی میشه. مسیر حرکت مشخصه. خودروها زرهی و مجهز به سیستم‌های ارتباطی هن و نیروهای امنیتی محلی و ملی هماهنگ عمل میکنن تا از هر تهدیدی جلوگیری کنن. توی سخنرانی‌ها و رویدادهای عمومی هم محدوده‌های حفاظتی مشخصه. افراد بازرسی میشن و از تکنولوژی‌های پیشرفته مثل تشخیص چهره استفاده میکنن که اون شخص رو شناسایی کنن. علاوه بر حفاظت فیزیکی، رهبر زیر حفاظت سایبری شدید هم هست. تیمی امنیتی و مخصوص مراقب اطلاعات و ارتباطاتشن تا هیچ نفوذ یا دسترسی غیر مجازی صورت نگیره و سیستم‌هاش امن بمونه. حادثه مسجد ابوذر باعث شد همه
بفهمم که حفاظت فقط اسلحه کشیدن نیست. آموزش‌ها تغییر کرد، تمرین‌ها شدیدتر شد و تیم‌ها یاد گرفتن که حتی کوچکترین تهدید ممکنه مرگبار باشه. یکی از محافظان به نام سعید قاسمی گفته بعد از اون روز دیگه هیچ وقت فکر نمی‌کردیم میتونیم راحت باشیم. حتی یک صدای کوچیک توی جمعیت میتونست ما رو آماده کنه یا به دردسر بندازه. در این بین با حمایت از کانال زاویه هر روز بهتر میشیم. با شروع رهبری علی خامنه‌ای، سپاه حفاظت ولیعهد برای محافظت از این شخص شکل گرفت. حدود 12,000 نیرو در این ساختار هستند. از محافظان شخصی تا واحدهای واکنش سریع و تیم‌های اطلاعاتی. هر نفر نقش مشخص داره. بعضیا مسئول مسیرهای تردد، بعضیا مسئول اسلحه و فیزیک و بعضیا مسئول پیشبینی تهدیدات غیرمنتظره. حسین نجات که یکی از افراد بسیار نزدیک و گویی بادیگارد خامنه‌ای در اون زمان بود گفت ما همیشه باید یک قدم جلوتر از دشمن باشیم. حتی وقتی هیچ تهدیدی نیست ذهن ما باید آماده باشه. یکی از محافظان میگه که گاهی شبها بیدار میشیم و مسیرهای رهبر رو توی ذهنمون مرور میکنیم. حتی خیابانها و ساختارهای اطراف هر چیزی میتونه تهدید باشه. سید علی خامنه‌ای توی بیت رهبری با والیبالیست‌ها دیدار داشت. برای اینکه اصلا بتونی وارد بیت بشی باید از 4 در امنیتی رد شی که همه چی رو با اشعه ایکس چک میکنن. یعنی حتی یک سکه یا خودکارم نمیذارن همراهت باشه. کل اون محدوده هم پر از محافظه و یه تیکه بزرگ از آسمونش پرواز ممنوعه و سامانه‌های پدافندی مراقبن. حالا جالبه با اینکه والیبالیستا حتی یک خودکارم نمیتونن ببرن داخل ولی باز هم کلی محافظ دور و بر رهبر بودن. بسیاری از شخصیت‌های مهم لشکری و کشوری بر اساس پروتکل‌های امنیتی یک یا چند محافظ دارن. اما شاید برای مردم سوال باشه که این محافظها رو کدوم ارگان تامین میکنه و کدوم نهاد بر عملکردشون نظارت داره. پاسخش سپاه انصارالمهدیه. امنیت بسیاری از مکانهای سیاسی و مهم کشوری و لشکری رو این نهاد با کمک نیروهای آموزش دیده خودش تامین میکنه. تصور کنید جایی در قلب تهران، جایی که نقشه‌ها حذف میشن، آسمونش پرواز ممنوعه و هر قدم زیر چشم صدها محافظه. اینجا بیت رهبریه، جایی که ازش به عنوان پنهانترین و محافظت شده ترین نقطه ایران یاد میکنن. برای رسیدن به رهبر جمهوری اسلامی اول باید از 4 گیت با اشعه ایکس رد بشی. هیچ چیزی حتی یک سکه کوچیکم اجازه ورود نداره، چون اینجا یک اشتباه کوچیک میتونه یه حادثه بزرگ بسازه. اما واقعا چرا با این همه تدابیر امنیتی و حفاظتی باز این تعداد از سران یک کشور ترور میشن؟ پاسخش واضحه. سازمان جاسوسی و اطلاعاتی فوق پیشرفته موساد اسرائیل، سازمانی که کارش با تهدید شروع میشه با ترور تموم میشه. موساد جایی که مرز بین مأمور و قاتل فقط یک نفس فاصله است. اما سوال مهم اینجاست که این افراد چطوری یک شبه به این سرعت ترور شدن؟